بیانیه سازمان بلمش به مناسبت سومین سالگرد کشتار جمعه‌های خونین زاهدان و خاش. از ماهو بلوچ و جمعه‌های خونین زاهدان و خاش تا خان بیبی بامری و لالی بامری در کشتار گوانیچ، بلوچستان آوردگاه زنانی شجاع است که با دستانی خالی در برابر رژیم تا بندندان مسلح جمهوری اسلامی ایران ایستادند و گامی پس نکشیدند. 3 سال از به خاک و خون کشیدن ملت بلوچ در جمعه‌های خونین زاهدان و خاش می‌گذرد و نه تنها از درد و رنج این مصیبت جانکاه کم نشده، بلکه با کشتارهای بی‌ضابطه نیروهای جمهوری اسلامی ایران هر روز خاک بلوچستان با خون فرزندانش گلگون‌تر شده است. هنوز اشک چشم مادران هستی نارویی، اقبال نایب‌زئی، امید سفرزئی، یاسر بهادرزئی و محسن محمدپور خوش نشده بود که یوسف شهلی‌بر، کودک 5 ساله بلوچ، با تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی رژیم به آسمان پر کشید. گرچه عبدالماجد علیزئی پس از به شهادت رسیدن پدرش در جمعه خونین زاهدان چشم به جهان گشود، اما مریم شهلی‌بر بر اثر تیراندازی نیروهای یگان تکاوری و ریحانه بامری بر اثر ضربات لگد نیروهای نظامی کودکان خویش را پیش از به دنیا آمدن از دست دادند و این غم را تا به ابد بر دوش خواهند کشید. همچون ماهو بلوچ که اسیر آتش شهوت سرهنگ کوچکزایی شد، سمیه محمودی نژاد نیز قربانی استوار یکم عمار آسیان شد که پس از تن ندادن به خواسته نامشروع وی با 6 گلوله در برابر دیدگان کودک 8 ساله‌اش کشته شد. حسنیه کلکلی نیز همانند هستی، زلیخا و زرریری که بیگناه در خون خویش غلتیدند، قربانی جنون آدمکشی نیروهای جمهوری اسلامی ایران شد. آنها نه سلاحی به دست داشتند و نه تهدیدی بودند. هستی، زلیخا و زرریری در جمعه خونین زاهدان برای اقامه نماز رفتند و حسنیه معلمی بود که با قطره قطره وجود خویش به رویای کودکان جان می‌بخشید. همانطور که خدا نور به دلیل عدم رسیدگی پزشکی آسمانی شد، مریم آسکانی نیز بر اثر خطای پزشکی جان خود را از دست داد و زنان مجروح حادثه گوانیچ از ترس بازداشت و زندان درد را به جان خریدند و یا به بیمارستان نرفتند و یا به شهرهای دیگر برای مداوا رجوع کردند. سومین سالگرد جمعه‌های خونین زاهدان و خاش است، جنایتی که آمران و عاملان آن هیچگاه مجازات نشدند. در این مدت نه تنها قلب و روح ملت بلوچ به آرامش نرسیده، بلکه جمهوری اسلامی ایران هر روز با کشتاری جدید، اعدام شهروندان بلوچ، کشتار سوختوران و هزاران مصیبت دیگر بر زخم ملت بلوچ نمک می‌پاشد. اما بلوچستان سرزمین شیرزنانی است که از مبارزه خسته نمی‌شوند و برای آزادی و رهایی خویش و نسل‌های آینده از آرمان‌های خویش کوتاه نمی‌آیند. زنان بلوچ هم صدا به صنوبر دادخواه خون شهدای جمعه‌های خونین زاهدان و خاش هستند و هیچگاه این جنایت و کشتار را به وادی فراموشی نمی‌سپارند. 3 سال است که قلب بلوچستان پاره پاره گشته است و برای فرزندانش خون می‌گرید، اما همین قلب با امید دادخواهی می‌تپد و آن چشمان اشکبار در انتظار دیدن محاکمه و مجازات آمران و عاملان کشتار شهروندان بلوچ است. در سومین سالگرد جمعه‌های خونین زاهدان و خاش یاد بیش از 100 شهید که با تیراندازی مستقیم نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران در خون خویش غلتیدند را گرامی می‌داریم و اعلام می‌کنیم از دادخواهی خون شهدای خویش قدمی عقب بر نداشتیم و مسیر بازپسگیری خون شهدای مسیری بی بازگشت است. برام صدای زنان بلوچستان.